اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. معین سیاسی وزارت امور خارجه آقای شیر محمد عباس تانکزی در مراسم افتتاح کار عملی پروژه ملی کابل جدید گفت از کشورهای همسایه تقاضای جدی داریم. اگر با افغانستان همکاری کرده نمیتوانید، پس لطفاً آنها را برای آبادی کشور و زندگی مرفهشان رها کنید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم افتتاح کار عملی پروژه ملی کابل جدید گفت پروژه کابل جدید از تمام امکانات عصری برخوردار است. ملا عبدالغنی برادر آخوند افزود با آغاز کار این پروژه برای بسیاری زمینه کار و سرمایه گذاری فراهم می شود. در تمام کشور از دومین سال روز پیروزی امارت اسلامی که مصادف است با 24 اسد از سوی افغانها طی مراسم باشکوه تجلیل به عمل آمد. ریاست عمومی اداری امور می گوید یک بابخانه در کابل به صاحب اصلیش تسلیم داده شد. مولوی احمدالله وثیق امروز طی مراسم به عنوان رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش برای کارمندان آن اداره معرفی و آغاز به فعالیت نمود. آقای وثیق پیش از این به عنوان رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی ایفای وظیفه می کرد. وزارت دفاع ملی می گوید تیم‌های تکنیکی این وزارت در فرقه دوم لوای سرحدی 221 شهید آفتاب 56 اراده موتر نظامی و تعدادی از سلاح‌ها را ترمیم کرده است. به گزارش این وزارت موترهای ترمیم شده شامل 27 تانک هاموی، 22 دستگاه اینترنشنال و 7 اراده امبولانس می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی با نشر اعلامیه می گوید شنبه 28 اسد برابر با سال روز استرداد استقلال کشور مطابق تقویم منظور شده سال 1444 هجری قمری رخصتی عمومی می باشد.